زبانهای رایج در هند هر چند کیلومتر تغییر می کنند. نتایج آخرین سرشماری این کشور نشان می دهد مردم مناطق مختلف هند به 19569 زبان تکلم می کنند. در قانون اساسی 22 زبان رسمی بیان شده است که حدود 97% مردم دست کم با یکی از آنها آشنایی دارند و به آن می توانند سخن بگویند. همکنون در قانون اساسی هند 22 زبان رسمی شناخته شده وجود دارد. هیچ کشوری در جهان به این اندازه زبان رسمی ندارد. 121 زبان در این کشور وجود دارد که 10,000 نفر یا بیشتر با آن صحبت می کنند. 1 2 3 4 5 هندی زبان بیش از 40% مردم این کشور به ویژه در شمال و پایتخت است. بیشتر مردم مناطق جنوبی و ایالت‌های شمال شرقی هند زبان هندی نمی‌دانند. سانسکریت و تامیل زبان‌های اصلی و سنتی هند هستند. زبان‌های فارسی و انگلیسی تأثیر فراوانی بر زبان‌های این کشور گذاشته است. پیش از آن که هند مستعمره انگلیس شود، فارسی زبان فرهنگی، علمی و دومین زبان رسمی این کشور بود. هم احاسا پیار کرده این تنوع زبانی ظرفیت همزیستی مسالمت آمیز خرد فرهنگ ها را در این کشور پهناور و پر جمعیت نشان می‌دهد. با اینکه مردم این کشور به هزاران زبان سخن میگویند، اما همه زیر یک پرچم برای پیشرفت کشورشان هم‌آوا هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.